درس رو با هم یاد بگیریم. بریم تا کامل توضیح بدم. در شروع برای اجرای ملودیمون از تکنیک پی آی استفاده می‌کنیم، یعنی چسب به صورت آپویاندو یا تکیه به سیم ضربه میزنه و انگشت اول هم به صورت تیراندو یا کندن به عنوان همراهی کننده به سیم یک ضربه میزنه. پی آی. می فا سول لا سی دو سی لا. آکورد جی یا سول ماژور رو میگیرم، انگشت چهارم رو برمیدارم، یعنی نوت می یا سیم یک آزاد به این آکورد اضافه شد، میشه سول 6. دو میزان ریتم 4 ضربی یا رومبا اجرا میکنم. ملودی رو نوت سول ادامه میدیم، سول سیم 5 لا. نوت دو رو هم با انگشت 4 میتونیم بگیریم، هم با انگشت سوم. دو سی لا سی لا سول. آکورد اف یا فا ماژور رو میگیرم، بخش پایین بارم رو میارم بالا، یعنی سیم 1 و 2 آزاد شد، نوت می و سی به این آکورد اضافه شد. 1 و 2 و 3 و 4 و نوت فا ادامه میدیم ملودی رو. فا سول لا سی لا سول لا فا. آکورد ای یا می ماژور رو میگیرم، انگشت سومم رو یک فرد میبرم جلوتر، یعنی نوت فا که درجه 9 بهش اضافه شد. دو میزان. اینجا مجددا از اول درس اجرا میشه، به انتهای درس که رسیدیم، یعنی همین آکورد. یه میزان ریتم میزنم، 1 و 2 و 3 و 4 و در نهایت با ضربی رو به پایینش هست تموم میشه.